سینان خان، یه اتفاق بدی افتاده. گوش میدم. بهار. خب بهار چی شده؟ بهار تو اورژانس. خسته شدم از کارای این بچه. از دختر خودم خجالت میکشم. باز چه دردسری درست کرده؟ نه همچین چیزی نیست. به بهار حمله شده. یکم درد داره بهار خانم. پیش عذر میخوام. تو هم یکم تحمل کن باشه. خب دیگه باید شروع کنیم. تمام شد. اولش همه چی خیلی عادی بود. واقعا همه چی خیلی عادی بود. اما بعدش دیگه بهش فکر نکن. این دفعه من واقعا اشتباه نکردم. هر کاری که لازم بود و انجام دادم. مریض تشنج کرد، منم کمکش کردم. اما بعد یه لحظه بهار باشه تموم شد دیگه بهشون فکر نکن لطفا. اون لحظه از ذهنم بیرون نمیره. یه لحظه یهو تبدیل شد به یه آدم دیگه. تبدیل شد. به خدا راست میگم. تو مقصر نیستی بهار. بعد از ضربه سنگین این علائم کاملا طبیعیه. خیلی بد بود. نمیتونم صورت اون یارو رو فراموش کنم. تو نمیتونی فراموش کنی، اما اون کارایی که کرده رو اصلا به یاد نمیاره. آره بگذاریم من یه سر به بابام بزنم بعد دوباره میام پیشت. خدا رو شکر که خطر رفت شد. ممنون دکتر علی. حالش چطوره؟ بد نیست، هوشیاره. میتونی بری ببینیش. نه نیازی نیست. پلیسی که زخمش کرده چی؟ اون چی میشه؟ به گزارش نگاه میکنن اما درست نیست که مجازات بشه، چون غیر عمدی این کارو کرده. عذاب وجدان براش بزرگترین مجازات میشه. دوبله شده در استودیو جن. عجب روزی بودا. هنوز قند خونم پایینه. به نظرم این بیمارستان نفرین شده. اول دکتر زیانور، الانم دکتر بهار. امیدوارم نوبت ما نشه. من نمیتونم. چرا باید به دکتر زیانور شلیک کنن؟ یعنی چی کار کرده آخه؟ حتما یه کاری کرده دیگه. کسی رو بیدلیل نمیزنن که. نمیدونم اما به نظرم که چرته. ایشون خیلی مهربونه. آره. میخوای بری اینجا؟ آره بریم دیگه. هم شیرینی بخوریم هم قند خونمون رو ببریم بالا. بریم ببینیم چطوریه دیگه. ها؟ سامت برای دختره اون میوه چراغدار که از مدفوع طرفدار آوردی میفرستی. حالا میخوای با کمال پررویی بری اینجا؟ تو دیگه کی هستی؟ چه ربطی به اون داره آخه؟ عجبا. میخواست اون میوه چراغدارش بشه ما بمونه. تو بیا بریم. بیا زود باش دیگه بیا. باشه بریم. این کافه چطوری پول در میاره؟ صبحم که اومده بودم خالی بود. خوش اومدی. خیلی ممنون. چی میل داری؟ من یه کیک میخوام. زیر 6 تا اسکوپ بستنی داشته باشه. 6 تا یکم زیادی شد.
4 تا اسکوپ بستنی زیرش باشه کافیه. نمیشه، نمیتونم بیارم. چرا؟ نمیشه جونم، چون تو منو همچین چیزی نداریم. اگه جدا میخوای میتونم بیارم. باشه، پس جدا بیاریم. برای من یه چای بیارین لطفا. البته اگه تو منوتون داشته باشین. مگه میشه نباشه؟ معلومه که تو منمون داریم. الان براتون میارم. ولی زیاد بهت محل نده. معلومه که محل نمیده. به من محل نمیده. وقتی با تو میام رسما دارم خودکشی میکنم. انگار به پای خودم شلیک کنم. انگار شب ساندویچ بخورم. به نظرم وقتی از یه دختر خوشت میاد خیلی عجیب میشه. شرط نگو. کجا خوشم اومده بابا؟ من که میگم اینطوری. یعنی چه اینطوریه؟ نه خیرم. عجبا. معلوم است چی میگی؟ این حرفا از کجا میاری تو؟ چرت و پرت نگو. اصلا من میرم. باشه بابا، خیلی خوب، بشین هیچی نمیگم. تو اصلا 16 تا بستنی بشین بخوری، هیچی نمیگم. ببین منو. خیلی خوب. این که اریاسف منو به تو امانت داده نشون میده خیلی بهت اعتماد داره. بهتره بگیم من اصرار کردم. خیلی سخت بود تا راضیش کنم. اصرار کردن چیزیه که نیاز به اعتماد به نفس بالایی داره. برای جراحات چیز خوبیه. خیلی خوب دیگه، تنهاتون میذارم. عملو که ازش گرفتیم لااقل بذاریم خودش کنترلی لازم انجام بده. میتونی دیگه؟ آره خیلی دست و دل باز شدی. خب دیگه، تو اخراج نشدم، من برم. خود سلامتی بده. برای همه چی ازت ممنونم. وظیفه‌ام بود. اریاسف، حالا فهمیدم چرا نمیخوایی با بهار ازدواج کنی. بابا هنوز 24 ساعت هم نشده که برگشتی به زندگی، باز داری حرف ازدواج رو میذاری؟ پسرم، دیدم چطوری نگاش میکردی. دختر خوشگلیه، با نمکه. این که تونست از پس این عمل بر بیاد نشون میده دختر موفقیه. همینطور. پس همین که اومد بیمارستانمون تو هم دست به کار شدی. بابا بهت که گفته بودم من از قدیم میشناسمش. ببین حالا کنجکاو شدم، تعریف کن ببینم. داستانش مفصله. تو فعلا خوب شو، برات میگم. اریاسف جونم بابا. پسرم، یه چیزی ازت میخوام. بگو. اون کسی که بهم شلیک کرد سردار، ازش شکایت نکنیم. یعنی چی شکایت نکنیم بابا؟ کم مونده بود بمیری. اون یه پدره که بچه‌شو از دست داده. عمدی این کارو نکن. من داشتم تو رو از دست اریاسف، حرفمو قطع نکن. بابا اریاسف، ازش شکایت نمی کنیم. تو هم برای بهتر شدنش هر کاری از دستت برمیاد براش بکن. امشب من دکتر شیفت هستم. سینان خان شما رو فرستاده؟ چه ربطی داره؟ گفتم من دکتر شیفتم. بذاریم یه نگاهی بندازم. وضعیتتون کاملا خوبه. دیگه خطری تهدیدتون نمیکنه. اینطوری فکر کنی چیزه تو این بیمارستان دختری به اسم ایلول کار میکنه، درسته؟ من باید اونو ببینم، خیلی مهمه. بهش بگین حتما بیاد به دیدنم. معلوم شد چرا به بابا شلیک کرده؟ نه هنوز ازش بازجویی نکردن. پلیس منتظر همینه. اگه بخوای من میتونم بهش رسیدگی کنم. عیاز داره بهش رسیدگی میکنه، خیالت راحت. چی شده؟ چرا وایسادی؟ آفرین، تو به همه بیمارای بیمارستان رسیدگی میکنی. همه بیمارای اورژانسی رو تو نجات میدی. یه روز نیست که تو اورژانس نباشی. ببینم کی میخوای به من رسیدگی کنی خانم دکتر؟ یعنی واقعا الان وقت این حرف آره، دقیقا الان وقتشه. جای مناسبیه. دیگه نمیتونی فرار کنی.
ایلول، ببین دیشب کم مونده بود بابا ما از دست بدم، برای همین الان وقتشه. چه ربطی داره علی؟ میدونی قبل از تو زمان اصلا برام مهم نبود. دوبله شده در استودیو جن. دیگه نمیخوام بدون تو یه ثانیه هم زندگی کنم. داریم آسانسور رو مشغول میکنیم. به خاطر مهمه؟ مهمه؟ ها باز ذهنتو به هم ریخته. بازم کی میدونه؟ مسخره نکن، دارم جدی باهات حرف میزنم. باشه منم خیلی جدی بهت گفتم. کی میدونه؟ کی میدونه میتونه 1000 تا معنی داشته باشه. کاش که میتونستم جلوی این اتفاق بگیرم. هر کاری میخوای بکن، هر طوری که میخوای با هم رفتار کن، اما تو همیشه پرنسس منی. باید به یهوی غیب شدنات عادت کنم. اینطوری هم دیگه، همون مهمتی که میشناختی. یعنی میگی همینی که هست داره؟ تقریبا. اون چیه تو دستت؟ آب میوه یک گلاسیک. خوشت نمیاد؟ خوشم نمیاد، عاشقشم. باشه مسخره کن. ببین هنوز هم بی خیال بازی در نقش بازنده ها نشدی نه؟ به نظرت من شبیه برنده‌ام که خودم نمیبینم؟ برنده شدن یعنی چی مهمت؟ ها؟ پول؟ شهرت؟ چی؟ تو سخت‌ترین شرایط کنارم بودی. با کمک تو تونستم یادگاری مادر جونمو نجات بدم. بزرگش میکنی. تو پول لازم داشتی، منم برات ردیف کردم. هر کاری هم کنم به تو نمیخورم. اینا رو ول کنیم برگردیم سر موضوع اصلی. دنبال چی هستی؟ تو. ای بابا، وقتی هوشیار شدی حرف میزنی. وقتی چیزی که خودت میدونی و بهت میگم زیاد برات جذاب نیست نه؟ چند سال پیشم بهت گفتم این موضوع رو ببند و دیگه هم بازش با یه کس دیگه در میونه. مهمت، تو زندگی من برای کسی جایی نیست، نه برای تو نه برای کسی دیگه ای، فهمیدی؟ میرم برای جناب پروفسور علی آصفم جایی نیست نه؟ اینقدر دیوونه ای که حتی نمیبینی چقدر برام با ارزشی. تا اول به خودت بیا، تا وقتی ارزش خودتو نفهمیدی دیگه جلوی من سبز نشو. چی شد؟ تونستی کسی رو پیدا کنی ازش پول بگیری؟ آروم باش. نمیتونم آروم باشم. اگه فردا پولو به بانک ندم تنها یادگاری مادر جونمو از دست میدم، میفهمی؟ پول حاضره. یعنی چی حاضره؟ بگی همون مقداری که نیاز داشتی فردا پرداختش کن، ملک مامان بزرگتو نجات بده. تو اینقدر پول از کجا پیدا کردی؟ چه فرقی میکنه؟ یعنی چی چه فرقی میکنه؟ نه ترس بابا، یه زمین از بابا مونده بود اونو فروختم. بابایی تو زمین داشت؟ باز چی کار کردی؟ راستشو بهم بگو. ای بابا این که چیزی نیست، بابای من کارخونم داره. آره بگیرش دیگه، کشش نده، بگیرش.
ممنونم. قول میدم بهت پسش بدم. باشه؟ کنارم باش. همین برام کافیه. دکتر ایلول رو ندیدی؟ چرا؟ چند دقیقه پیش رفتند. شاید هنوزم توی حیاط باشه. ممنون. دیفونه ایلول، منظور من اون نبود، منظورم چیز دیگه ای بود بابا. ایلول حالتون خوبه؟ خوب. انگار حالتون خوب نیست. بریم داخل. خوبم. به نظرم اینطوری نریم. بریم داخل. گفتم خوبم بابا، چیزی نیست. اینجا چی کار داری؟ ببین پلیسا جلو درنا. آروم باش. اگه میخواستم کاری بکنم دیشب نجاتت نمیدادم. خب پس چی میخوای؟ اومدم جواب سوالامو بگیرم. چرا بابامو زدی؟ برو از خودش بپرس. از اونم میپرسم، تو جواب بده. ببین از این ساعت به بعد من نه از کسی طلبی دارم نه به کسی بدهکارم. منظور چیه؟ یعنی نمیخوام با تو حرف بزنم و دردسری بزرگتری برای خودم درست کنم. من میخوام دیگه از شر گناهام خلاص بشم. با من واضح حرف بزن. نمیفهمم. نفهم. تنها کسی که باید بهش حساب پس بدم اون خانم دکتره. کدوم خانم دکتر؟ ایلول. دوبله شده در استودیو جرمی. ایلول؟ تو ایلول رو از کجا میشناسی؟ نمیشناسم. پس چرا میخوای بهش حساب پس بدی؟ من با تو حرفی ندارم دکتر. تنها یه چیز میتونم بگم، اونم مربوط به ایلوله. الو. وقت داری؟ باید یه چیزی بهت بگم. آره بگو. یکم عجیب بود، به خاطر همین نخواستم وقت تلف کنم و سریع بهت زنگ. چی شده؟ بگو دارم گوش میدم. اون یارو که دکتر زیانو رو زده میخواد با تو حرف بزنه. با من حرف بزنه؟ آره منم نفهمیدم. اون با من چی کار داره؟ خب منم نمیدونم. یکم عجیبه که طرف قبل از اینکه با پلیس حرف بزنه میخواد با تو حرف بزنه. ایلو عجبا. گفتم بدونی. باشه فردا باش حرف میزنم. باشه. پشت خطی دارم قطع میکنم. فعلا خداحافظ. باشه تا بعد. خداحافظ.
جواب داد. جواب نمیده. میخوام یه چیز مهم ازش بپرسم. چند بار زنگ زدم اما رد تماس میکنه. این روزا یکم لجبازه، بذار راحت باشه. از من بپرسین شاید من بدونم. در مورد یه بیماره تو نمیدونی. درسته. بگذاریم یکم دیگه میاد، مگه جای دیگه یا میتونه بره؟ خیلی سریع داری خوب میشی. اینا همش به خاطر ورزشیه که میکنی. راست میگی، بدنم داره سریع خوب میشه. واقعا همینطوره. داری با جوونا رقابت میکنی. آره همینطوره، اما بار سنگینی. منظورت چیه؟ اونی که منو زده سردار، ازش شکایت نمی کنم. برای چی؟ به علی آصف گفتم برای اینکه مجازات نشه هر کاری بتونیم میکنیم. نمیفهمم، یارو میخواست رو بکشه. تو بیمارستان بشن که مثل مجرما باهاش برخورد بشه، مثل فرشته ها دارن ازش پذیرایی میکنن. فکر نکنم کارش عمدی بوده. اجازه نمیدم به خاطر یه اختلال روانی عمر برزن. ببین زیانور، یه چیزی رو فراموش کردی. اگه طرف حرف بزنه ما رو بدبخت میکنه. فکر نمی کنم همچی کاری بکنه. بازی بزرگتر از این حرف هاست. اتفاقای تفتری میفته. چی؟ مسئول این ماجرا فقط سردار نیست، ایلولم هست. دکتر ایلول؟ دکتر ایلول، همونی که پسرت عاشقشه. انگار سردار و ایلول دارن با هم حرکت میکنن. اینا از کجا در آوردی؟ اینا تصادفی نیست. منظورت چیه سلیمان؟ چه ربطی به این دختره داره؟ همونی که برای مرگش پرونده ساختیم. این نوه گلای شهردمه. اون دختره اومده تا همه چی رو برملا کنه. باز کن دهنتو، داروهاتو بخور. اگه میخوای بمیری برو خودتو از رو پل پرت کن. اینطوری نمیمیری، از دخترت خجالت نمیکشی. خجالت نمیکشی؟ وقتی تو بغل زنای دیگه میخوابی یاد دخترت میافتی؟ خفه شو، خفه شو. نمیشم. ساکت شو، الان کل محل میشنون. صداتو ببر. نمیبرم. تا وقتی یکی از ما بمیره ساکت نمیشم. مادرت به خاطر اون پسر بی‌ارزش من زندگی تو رو تباه کرد. میخوام نذارم تو شبیه اون شی. در مورد مامانم درست حرف بزن. نه مامان تو، نه بابا تو، تا روز قیامت نمیبخشم. اگر میخوای زندگی تو به گند بکشی بفرما اینم زندگی باشه، اما تو هم نباید تو زندگیم دخالت کنی. بسته دیگه، نمیخوام نه تو نه هیچ کسی دیگه تو زندگیم دخالت کنی. اسما چقدر زنگ میزنی آخه؟ ببخشید یه لحظه. ای وای، خیلی معذرت میخواین براتون یخ بیارم؟ نمیخواد آقا، نیار. چایی هم نمیخواد بیاری. معذرت میخوام، دیر کردم. خیلی معذرت میخوام. یه چایی خواستیم بخوریم. باز کی اعصابتو خورد کرده که اومدی کنار ساحل نشستی؟ حالت چطوره؟ اگه چیزی هست به من بگو شاید کمک کنم. نه اگه بگم میدونم چی میخوای بگی، برای همین بیخیال. تو چطوری پیدام کردی؟ دم در بیمارستان دیدم، با ماشینت با سرعت زیاد زدی بیرون. منو خیلی خوب میشناسی. از این بابت خوشحالم. به نظر تو گذشته موندن نقطه ضعفه؟ بذار یکم فکر کنم. باور کنی احساسی که از همه مخفیش کردی و اگه با صدای بلند بگی گم بشی. من میگم اگه فکر میکنی اون احساس اونقدر قویه که توش گم میشی، اصلا فکرشو نکن. اما
اگه هنوز وقتی به زبون میاریش تو قلبت حس میکنیش پس رهاش نکن. شما اونو خیلی دوست دارین نه؟ میتونم بگم کی میدونه؟ نگی یا اینکه نه اتفاقا اینجا خیلی بجا بود. آره دوستش دارم خیلی زیاد. فکر کنم به کمکت نیاز داشته باشه اسمو. برای عشق همیشه در خدمتی. پس بهم کمک کن. منو نمیخواد فراموش کرده یا کس دیگه یا جای من گذاشته؟ نه بابا جای شما؟ وای چه حرفا. نمیدونم اما نمیتونم سر از کار ایجول در بیارم. اینطوری نگین استاد. شما که خودتون دکتر بزرگی هستین تازه با مغز سر و کار دارین. مگه تا حالا دیوونه ندیدین؟ منظورت از دیوونه چیه؟ دیوونه؟ دوست من دیوونه است. هم دیوونه شماست هم خودش دیوونه است. میونه اون همه عصب میگردین و سر از کارش در میارین. حالا سر از کار ایلول در نمیارین. اولین بار اینطوری شدم. یه لحظه دوبله شده در استدیو جم. دیدی دوباره اومدی 2 دقیقه همه چی رو حل کردی. چای؟ چای. یه فنجون چای موافقم. به نظر شما این چیه؟ قوطی دارو. از نزدیکتر نگاه کنی. این خود عشقه. امکان نداره. واقعا اینو نگه داشته. گیریم ایلو رو از بیمارستان دور نگه داشتیم. علی یاسفو چطوری میخوای از اون دختره دور کنی؟ دیگه خودش فکر اونجاشو میکنه. به هر حال هممون تو یک کشتی هستیم. اگه یکیمون غرق بشه همگی غرق میشیم. لازم باشه علی یاسف هم سکوت میکنه. به هر حال دلش نمیخواد باباش بیفته زندان. سردار رو چطوری ساکت کنیم؟ دنبال این میگردی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اول جواب سوالم رو بده. دنبال این میگشتی؟ اینو سالها پیش خودت نگه داشتی چون تو هم فراموش نکردی. نه خیرم یکم کرم میخواستم. ببین دستم سوخته برای همین دنبالش میگشتم. دیدی؟ بیا ببین. چه اینطور؟ اون وقت دنبال قوطی خالی میگشتی؟ Bulursun ararsan hata hep ölçer biçersen cefa unutur gidersin kaldırırlar vefa.
زخمای قدیمی فقط کمرنگ میشن، اما دردش هیچ وقت از بین نمیره. میدونی کار مغز فقط اون چیزی که قلب حس میکنه نیست. تو حقیقت رو میفهمی دکتر ایلول، منم از این عذاب وجدان خلاص میشم. این مال توه. نمیخوامش. منصرف شدی؟ بازش کن لطفاً. این چیه؟ به نظر چیه؟ قبول دارم رسم تکنگینیه، ولی این 3 تا نگینه. در ضمن این وقت شب هیچ مغازه‌ای پیدا نکردن که بتونم یه جعبه براش بخرم، برای همین اینو از اسما گرفتم. اما بهت قول میدم فردا تا آفتاب نزده یه تکنگینی بزرگ میخرم. ایلول، با من ازدواج کن. تلفن. از بیمارستان زنگ میزنه. جواب میدی؟ ما دکتریم. عجب. الو؟ دارم با دکتر ایلول اردم حرف میزنم. بله خودمم. باید یه چیز خیلی مهم رو بهتون بگم. شما کی هستی؟ مهم نیست من کیم. یه چیزایی در مورد مرگ مادر بزرگتون باید بهتون بگم. چی؟ دیگه نمیتونم بیشتر از این با این عذاب وجدان زندگی کنم. دوبله شده دم استدیو جرمی. بگین گوشم با شماست. اون کسی که گزارش پزشکی مادر بزرگتون رو عوض کرد